طبق منابع پیشینه عربی، دین اسلام در قلمرو روسیه امروزه در قرن 7 آمده است. در سال 737 هجری قشون مسلمانان از بالای پادشاهی هزر که در آن زمان پرقوت‌ترین این منطقه به حساب می‌رفت غلبه کرد. در آن وقت قشون مسلمانان را سرلشکر مروان سرداری می‌نمود که بعداً مروان دو نام گرفته آخرین خلیفه امویان گردید. یکی از موفقیت‌های مروان دو همراه نمودن قفقاز شمالی و والگای پایان به خلافت امویان بود. یکمین منطقه مختاریت مسلمانان در قلمرو روسیه پادشاهی بلغاری در والگای میانه بود. پادشاه بلغارها سند بلکه بلکور از خلیفه عباسیان المقتدر خواهش نموده است که علمای اسلام را برای آموختن اسلام ارسال نماید. دولت خود مختار مذکور از قرن 8 تا هجوم مغول‌ها در سال 1236 هجری عرضی وجود داشت. موج دیگری پهن شدن اسلام در روسیه زمانی ارده تیلاگین به وقوع پیوست که آن در ولایت امپریای چنگیزی ها رخ داده است. تحت سروری خان ازبک در سالهای 1312-1342 اسلام دینی رسمی تمام پادشاهی گردید که از طرف بلغاری والگا سروری میشد. منطقه طبقه های نصرانی به مانند روس ها، ارمنی ها، چرکس ها و یونانی های قریم به مسلمانان جزیه می سپاریدند. این دولت های وسلی هیچگاه برای شامل شوی به ارده تیلاگین مجبور کرده نشدند و در سایه مسلمانان زیسته در دین خود باقی ماندند. ولی حالت سیاسی اسلام در این منطقه در میانه های قرن 16 باید با زودی تغییر می‌یافت. در نزدیکی تشکیل شده دولت نوبنیاد روس ها با سروری ایوان 4 هیبتناک به استرخان به خزان حمله آورد. در طول 300 سال روسیه تاثیر خود را به قرارگاه های مسلمانان در سیبیر، قفقاز و آسیای میانه پهن کرده توانست. در سال 1859 مسلمانان داغستان کشور خود را پس از 34 سال مقاومت نمودن تحت سروری امام شامل سالهای 1797-1871 به پادشاهی روسیه تسلیم نمودند. غلبه روسیه بر مسلمانان قفقاز تأثیری سخت گذاشت. میلیون ها آدمان به سیبیر دپورتاسیون کرده شدند. صدها هزار مسلمانان مجبور شدند به طرف دولت عثمانی ها فرار نمایند. ضبط کنی آسیای میانه از طرف روسیه در سال 1885 به اتمام رسید. در قرن 20 در روسیه زیاده از 14 میلیون مسلمانان زندگی به سر می‌بردند. از همین دوره شروع کردند مسلمانان به نصرانی گردانی و روسی گردانی گرفتارند، زیرا این اساس سیاستی مسکو بود. به اکثریت معلوم نیست که تاریخ اسلام در روسیه خیلی دراز میباشد. عین زمان در روسیه 16-20 میلیون مسلمان زندگی به سر میبرند.